بود 17 ماه دکابر بود نمیدونم خاطی زلای خودمو سلام علیک بودیم اون وقت ما چی اومدم باید و میخوردیم ایل نبود ماشین اومده سودم ماشین خرید یا برادر دا اومده سودیم که همین با کاروچی درباره از فیروزه گفت که فیروزه حفیظ و کاروچی مرا خونه ویران کرده مرا شوم خاطر جنگ دو نمی خیلی گپ چپو ای خفو فیروزه گفت دیلو بو خدمت هم میکنم گفت پیشکی خانه گفتگی بود نه که توش تو گپ در تویستون رفته نمی تویستونی رفت ما آگوست سنتیابر علاقه بر اومد گپ زد همه دستیار بودیم نویسته می استودیم خیلی گپ زد اسکرینوش هسته بود یگون روز میمونم گفته بود که زلایخو چیه آن زیاده و کاروچی گفت که همه فیروزه برای پریکول زورا فیروزه را ازدواج کردن فیروزه نخیلی فیروزه خونه ویران کردن نه نویس داشتن هر دوشون گپ چپشون خیلی نه نویس داشتن بین یک دیگر باز زلایخو مرا التماس کرد پاپراسید کرد درباره فیروزه حفیظ و ویدیو کنم من خیال کردم که فیروزه حفیظ و خونه را ویران کرده گیا خیلی خیلی زلایخو زنگ زده دودار اکا گفته میستود خاتم دستیاز بود با ما گرفتم پریکول کردم باز زنگ زد از دور شد بو وای مرا خیلی کرده خونه ویران کرد جنگ انداخته با ما دیلم سوخت بو کردم اکا این دروغ بوده فیروزه جنگ انداختگی نیست فیروزه حفیظ و چیز حقیقت گفته این پروس اکی چخیل بخیلیش دید که فیروزه حفیظ و نرمال رفته است ایام اوزش بالانده رفتارش پلملش نرمالش نیست این عینه نوشتش بسیار آدم هر چی میگفته زلایخو ماده در جا گفت که لبو خدمت میگم لبو خستی اینجا گاو میزنی زورا و نولا بود درباره فیروزه خیلی بگو اینه ای باشم میدونم این خیلی بگو زنش تو دروغ میگفته اینجا فیروزه شعری نر بوده که امی دروغ را گفته اینجا آدمو را چی میکده تراجع اون چی ویرون هم کداگی نیست با دیگریش هم میگی که دوگانو این خیلی گپ میدونه اوتاری گپ میدونه خیلی آدم نرمال را بعدم کردی من لیش نکو من بلا پروست عبید نشدیسته دا کاری مردکی نکردم که من بیچاره بسیار گپ گفتم نه که من هوای لیش نه عذر خود من میپرسم لیش نه برای چی ما برای گپی زلایخو شده هوای رنجوندم دا دروغ گفت یا راست گفت که نه سامدلی امور رنجوندم فیروزه برای بخشش پرسیدن دیستیدن استویت برای چی او مردک خیلی چی هم نه که من چی را میگم دا من یوتیوب او خانه میدرم نه که این اگه میدرم یا روز پول تماشا کردم چی را میگن خیر سخواد کو چنین فیروزه من ندیدم یگون حفیظ و حفیظه را که برنده و چرنده همو خیر سخواد کنه برای همو یخی مرده که گپ هم نزنی میشه خیلی ما عیب دار ما گپ زدم توش تو گپ ایده بوار کده این آدم با خسته پلا گرفته گرفته با میگه که مرا بگو که نگرفته من اینجا دروغ گفتم شوخی بود خیلی دروغ بود شوخی بود او قادم کوره اینه قیوموف به خاطر مادر ما تمام کلی همین مسلمانو بخشی پرسیدیم خیال کرده که اگه ما دیگه پیزده است ده که باید زنگ میزنه و بخشی میپرسیم کل کروت سودکه و سیفیلیس سپیدو ما اگه بخشی میپرسیم ده اگه همش زنگ میزده اینجا ایما بخشی پرسه ایما لیش نپرسه مرا اپراودت کنه سلام علیکم شیخ خیلی و علیکم سلام شیخ تنج والکه بعدی گپوی همی